معجزه به عمل گفته می شود که پیامبران برای اثبات ادعای نبوت خود انجام می دهند و دیگر افراد از انجام آن عاجزند. آیا شما می دانید که چند نوع معجزه وجود دارد و معجزات پیامبران چگونه تقسیم بندی می شوند؟ و یکی دیگر از ویدیوی چینل ما خوش آمدید. در این ویدیو چند تا از معجزات پیامبران را برایتان توضیح می دهیم. قبل از تماشای ویدیو چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فعال سازید و برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک نموده و با دوستانتان شریک نمایید. انواع کرامات و معجزات عجیب پیامبران. از نظر قرآن معجزات پیامبران بر دو نوع است: معجزات ابتدایی، معجزات اقترایی که هر کدام دارای شرایط مخصوص به خود هستند. معجزات ابتدایی چیست؟ معجزات ابتدایی به معنی معجزات هستند که با خواست الهی اتفاق می افتد و در خواست مردم یا پیامبران در رقم خوردن آن هیچ تأثیری ندارد. برای مثال می توان به عصای حضرت موسی علیه السلام، زنده ساختن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام و عرضی قرآن کریم از سوی رسول خدا صلی الله علیه وسلم اشاره کرد. معجزات اقترایی. معجزات اقترایی پیامبران در واقع معجزات هستند که به پیشنهاد مردم و پیامبران و همچنین موافقت الهی اتفاق می‌افتند. معجزه حضرت ابراهیم علیه السلام. یکی از معروفترین معجزات پیامبران معجزه حضرت ابراهیم علیه السلام بود که در زمان مجازات آن حضرت در آتش اتفاق افتاد. زمامداران حکومت از جهل مردم استفاده کرده آنها را بر ضد ابراهیم علیه السلام تحریک نمودند. آتش بسیار بزرگی برای او فراهم کردند و با قرار دادن او در یک منجنیق او را به درون آن آتش پرتاب کردند و تمام مردم نیز با خوشحالی به مشاهده آن پرداختند. در روایات و احادیث گفته شده است هنگامی که ابراهیم را در منجنیق قرار دادند و می‌خواستند او را در میان آتش بیاندازند، آسمان و زمین فریاد کشیدند و از خدا خواستند که او را از این آتش حفظ کند. در این هنگام جبرئیل به سوی ابراهیم آمد و با او گفت: آیا نیازی داری تا برایت رفع کنم؟ ابراهیم نیز گفت: بله، اما با تو نه. به این معنی که او از خدا طلب کمک داشت، نه جبرئیل امین. حضرت ابراهیم با جشن و شادی مردم به درون آتش انداخته شد، اما به دستور خداوند یکتا و با اراده او این اتفاق رقم نخورد و حضرت ابراهیم سالم از آن بیرون آمد. در آیات قرآن کریم نیز آورده شده است که با آتش گفتیم: ای آتش، برای ابراهیم سرد و سالم باش. بدون شک فرمانی که خدا در اینجا می دهد یک فرمان تکوینی است، همان دستوری که به آسمان و زمین و خورشید و ماه می دهد. با سرد شدن آتش و سالم ماندن ابراهیم همه دهانها از تعجب باز ماند و همگی در خصوص این پدیده عجیب با تعجب زیاد با یکدیگر سخن می گفتند. پس یکی از عجیبترین معجزات پیامبران زنده ماندن حضرت ابراهیم علیه السلام در دریای آتش نمرود بود. پیراهن شفابخش. با دیدن آیات 93 تا 96 در قرآن کریم می توان به یکی دیگر از معجزات پیامبران پی برد که به شفای چشمان حضرت یعقوب اشاره کرده است. در این آیات آمده است که پس از آگاهی از نابینا شدن حضرت یعقوب به دلیل دوری از حضرت یوسف علیه السلام، یوسف از برادرانش خواست تا پیراهن او را ببرند و به پدرش برساند تا او را بینا کند و گفت: تمام دوستان و نزدیکانمان را اینجا نزد من بیاورید. زمانی که پیراهن به دست حضرت یعقوب رسید، به خواست خدا او بینا شد و برای دیدن حضرت یوسف علیه السلام راهی مصر شدند. در آیات 23 تا 30 سوره یوسف به یکی دیگر از معجزات الهی یعنی داستان یوسف و زلیخا و پاره شدن پیراهن یوسف توسط زلیخا اشاره شده است. در این داستان آمده است که به جهت چهره زیبای یوسف علیه السلام زلیخا عاشق وی شده بود. روز زلیخا شرایط را برای گناه مهیا کرد و اتاقی را خلوت کرد. حضرت یوسف پس از فهمیدن ماجرا برای فرار به سمت درهای بسته دوید، اما با اراده خداوند درها یکی پس دیگر برای او باز شدند تا او از این بستر گناه فرار کند.
عصای حضرت موسی علیه السلام. تبدیل شدن عصای حضرت موسی علیه السلام به اژدها نیز یکی از دیگر معجزات پیامبران می باشد که بسیار شناخته شده است، به طوری که خدای متعال در قرآن بر آن اشاره کرده است. خدای متعال به موسی علیه السلام فرمود: چه چیزی در دست راست تو است؟ موسی علیه السلام در جواب گفت: این عصای من است، بر آن تکیه میزنم، با آن برگ درختان را برای گوسفندانم میریزم و نیازهای دیگر را نیز با آن برطرف میکنم. پس از این سوال و جواب خداوند متعال به موسی دستور داد که عصایش را به زمین بیاندازد. ای موسی، آن را بیفکن. پس موسی آن عصا را به زمین انداخت که ناگهان اژدهایی شد که به هر سو میشتافت. حضرت موسی این دستور الهی را سریعا انجام داد و عصایش به صورت مار عظیمی در آمد. سپس با موسی دستور داده شد که آن را بگیرد بدون اینکه ترسی در دل داشته باشد تا دوباره به شکل اول خود چوب یا عصا در بیاید. نرم شدن آهن. نرم و انعطاف پذیر بودن آهن برای داود علیه السلام معجزه عجیب از معجزات پیامبران است. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. برخی از مفسران گفتند مقصود از لنا له الحدید این است که آهن در دستان داود علیه السلام همانند گل و شمع نرم می شد که هر چی می خواست از آن می ساخت. ولادت عیسی بن مریم علیه السلام از زنده کردن مردگان. قرآن کریم اولین معجزه‌ای که بر وجود مبارک حضرت عیسی علیه السلام بیان نموده ولادت آن بزرگوار است که شرح مسئله را به صورت تفصیلی در سوره مبارکه مریم بیان نموده و چگونگی تولد حضرت را تشریح کرده است. خدای حکیم به حضرت مریم دختر حضرت عمران فرزند عطا می کند، در حالی که حضرت مریم همسری نداشت و دختر باکره بود. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه‌ای یعنی وجود با عظمت از طرف خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است. زنده کردن مردگان نیز همچون دمیدن روح در پرنده گیلی یکی از معجزات پیامبران بود که توسط حضرت مسیح انجام شد. و احیی الموتى باذن الله. و مردگان را به اذن خدا زنده می کنیم. از تعبیر زنده کردن مردگان که به صورت جمع بیان شده فهمیده می شود که حضرت مسیح بارها مرده را زنده کرده بود و زمانی که مرده ای را زنده می کرد با او سخن می گفت، بعد دوباره او را می میراند. در سوره مائده خدای سبحان خطاب به حضرت عیسی می فرماید و مردگان را نیز به فرمان من زنده می کردی. تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما بودید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتان آمده و میخواهید در مورد معجزات دیگر از پیامبران هم معلومات دهیم، لطفاً در بخش کامنت ها نظریات و انتقاداتتان را شریک بسازید و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از بخش های بعدی و داستان های اسلامی دیگر از چینل ما آگاه شوید.